و آستین حالت پازلی میگیره. سلام، میخوام یه مدل مچ آستین اوریگامی یا حالت پازلی براتون بدوزم. فقط برای این کار نیاز اول پارچه سازی بشه، یعنی به اندازه مچم اول این قسمت لایه زیره بهش لایه زدم، یه پارچه به اندازه 12 در 24 در نظر گرفتم. به همین اندازه باید 2 تا تیکه پارچه به هم دوخته بشه. من اومدم از سفید و صورتی استفاده کردم. سفید رو کمتر در نظر گرفتم، صورتی رو بیشتر. میتونه نصف هم باشه، ولی حداقل میزانش باید یه همچین اندازه‌ای باشه. اینو هم به اندازه قسمت زیر مچ در نظر گرفتم. حالا کاری که میکنم، من میخوام قسمتی که پررنگ تره رو به صورت پازل در بیارم. چی کار میکنم؟ وسط کار رو مشخص میکنم 6، 1 سانت بالا، 1 سانت پایین، یعنی 2 سانت این قسمت، 4 سانت بالا و 4 سانت هم میشه پایین. این از این. اینو هم میام به اندازه 4 سانت علامت میزنم. اینو هم به اندازه 4 سانت. کل چیزی که نیاز دارم یه همچین شکلیه. یه 4 سانت، یه 4، یه 2، یه 4 و اینم این قسمت هم 4. این قسمت که قرار باز بمونه. میام کارمو میذارم روی اون طرفی که لای زدم و از اینجا شروع میکنم به دوختن. سوزن رو نگه میدارم پایین و همین طرف حالا میام این قسمت ها رو برش میزنم. اضافه درزا رو باید کم کنیم که کار تمیز برگرده. و قسمت های گوشه رو هم باید تا قسمت بخیه برش بزنیم. هم از این طرف هم از این طرف. حالا کار رو به آرومی به رو برمیگردونم. فقط روی این قسمت های کم باید دقت کنید که کار کامل برگرده. کارم رو اتو میکنم، برمیگردم. ولی در نهایت کار حالا بعد اتو بهتون نشون میدم. به این صورت در میاد. کار شده به این صورت.
یعنی مچ آستینم موقعی که دکمه میخوره، اینجا جا دکمه میخوره، این طرفم جا دکمه میخوره، یا میتونید دکمه مخفی بهش بروزید. به این صورت در میاد. حالا من میام یه نمونه مثلا لبه مچ در نظر میگیرم. این لبه آستینم در نظر بگیریم. این لبه آستینم، این زیر کارمه، این روی کارمه. اینی که دو تیکه است میشه روی کار. روی این قسمت قرار میدم. همزمان لبه رو به این صورت برمیگردونم که تمیزدوز قسمت لبه بشه. به این صورت. و قسمت درز بغل آستین رو میدوزم، یعنی رو هم میذارم و میدوزم. ولی نگاه کنید، من اگه درز آستین رو اینجوری بذارم رو هم، مچ خیلی حالت خوش فرمی نمیگیره. میام آستین رو 1 سانت این طرف رو بالاتر و از این قسمت شروع میکنم به دوختن. بعد کار رو اتو میکنم و کار رو به رو برمیگردونم. ببینید بعد اتو آستین این قسمت به این صورت رو هم میخوابه. بعد اتو یه همچین حالتی در میاد که به این قسمت و این قسمت دکمه و جا دکمه میزنیم و آستین حالت پازلی میگیره. به همین راحتی. خداحافظ.